بسم الله الرحمن الرحیم. گر شما را بر این معبر آمده اید، بر شما باد سلام. امروز بر شما بخوانم چند ورقی ز گذشتگان را بر کلام. ریشه داستان یک ضرب المثل گشته مهیا بر سخنان. مفرداتش خوب است اما مردشوی ترکیبش را ببرد ای مردمان. بر جامی سرزمین زمان گشته در گذر، هر یکی ز مردمان را زیستن مملو ز مشقت گشت به هر معبر. بر گرد زمین هر یکی را ز پیشه‌ای کسب گرداند قوت زیستن. بر مردمان سزاست بهترین هنر را بهر خود آموختن. به ملاقات پذیرفت زاهدی خنیاگری کهنسال را در وثاق بر گرد مریدان. بگفت مرا به سر باشد ز تو پرسشی بر این اتاق ای پرستنده رحمان. بگفتا چیست آن سخن که خواهی بدانی جواب؟ بگفت حکم رقصیدن چه باشد ای جناب؟ بگفتا به چهره مشهود از غضب آن زاهد، چنین عمل حرام و خطاست گر تو هستی بر خدای عابد. خنیاگر را چشم انتظار گشت بهر فروکش نمودن خشم و سخط. بر آن هنگام چو بر زاهد نگریست، بپرسید سؤال دگر را زان بلند مرتبت. بگفت ای عالم تکان دادن دست راست آیا گشته حرام؟ بگفتا زاهد چه کس گویش بنموده چنین کلام؟ دست را خدای آفرید بهر آدمی بر حرکت و تکان دادن. بگفت خنیاگر کایا دست چپ را مذموم است جنباندن؟ بگفتا زاهد مگر بر تو نخواندم نباشد در جنبش دستان هیچ ضرر؟ بگفت خنیاگر مرا عفو بنمایید گر بگویم چند جمله دگر. بگفتا هرچه خواهی بپرس ای مرد ز من. بگفت مملو ز ضرر نباشد چو به جنبش درآورم پای راست خویشتن. بگفتا ندانم تو را چیست مقصود زین سخنان بیهوده که خود دانی جواب. لیک بگویم خیر چه زیانیست در جنبش اعضا گر به سلامت باشند ای جناب؟ بگفت گر اجازت صادر گردد این است آخرین پرسش من. بگفتا چیست آنچه خواهی تا بگویی بر این زمن؟ بگفت حکم شما چیست بهر جنبش پای چپ ای عالم زمانه؟ بگفتا بر این سوالات گمانم این است گشتی تهی ز خرد چو دیوانه. چه کس گویش بنمود جنبش اعضای بدن گشته حرام؟ گر هر که این سخن بر زبان رانده باید خلع گردد ز هر مقام. بگفت خنیاگر آری مرا هم رأی هستم با چنین نظر. جنبش دست و پای آدمی بر هیچ کس مباشد دارای ضرر. چو این سخن بر زبان ادا بنمود مرد خنیاگر بهر زاهد در خطاب. به پا خاست در میان مجلس بندگان و آن زهد پیشه بر شتاب. به جنبش درآورد خنیاگر دست و پای را ز راست و چپ. مریدان را حیران نظارگر گشتند بر اعمال آن پرسشگر بر مرتب. به هنگام رقص گویش بنمود با مرد زاهد خنیاگر مگر جنبش اعضای آدمی همان رقص مباشد چو گشته عاری از ضرر؟ بنگرید بر این دست و پای چگونه باشند در جنبش و تکان. این عمل پاسخ گفته خود شماست ای ز پاکان. بگفت زاهد بر تبسم چنین اعمال را اختلاط با یکدیگر نسزد. مفرداتش خوب است اما مردشوی ترکیبش را ببرد.